سلام به کانال فراتر از داستان خوش اومدین. اینجا قراره داستانهای واقعی از افراد رو گوش بدیم، پس ممنون میشم کانال رو سابسکرایب کنید. البته اگر از ویدیو لذت بردید ویدیو رو لایک کنید و نظرات خودتون رو برامون کامنت کنید. اسم من شیماست. داستانی که میخوام تعریف کنم از زمانی شروع میشه که تازه ازدواج کرده بودم. من فقط 16 سالم بود که ازدواج کردم. علی پسر همسایمون بود و اینجوری که خودش میگفت از همون نوجوانی از من خوشش میومده، دلش میخواسته با من ازدواج کنه. واسه همینم وقتی که از خدمت برگشت با خونوادش اومدن خواستگاری من و از اونجایی که مامان و بابام سالها بود که میشناختنشون و میدونستن که خانواده خوبیان، موافقت کردن و ما خیلی زود ازدواج کردیم و رفتیم سر خونه زندگیمون. علی تازه توی یه داروخونه کار پیدا کرده بود و حقوق زیادی هم نمی گرفت. به همین خاطر ما نمیتونستیم یه خونه مستقل اجاره کنیم. خونه مادر شوهرم 2 طبقه بود، البته طبقه بالا خیلی کوچیک بود، اما چاره‌ای نبود، باز بهتر از هیچی بود. چون اگه میخواستیم بریم اجاره نشینی باید کل درآمدمون رو میدادیم پای اجاره. اما علی به هم قول داد که خیلی زود یه وام میگیره و یه جا رو رهن میکنه. منم قبول کردم و بابای علی چند سالی بود که از دنیا رفته بود و مادر شوهرم با رضا برادر شوهرم زندگی میکرد. رضا از شوهر من بزرگتر بود ولی هنوز ازدواج نکرده بود. هرچی هم خانوادش بهش میگفتن زیر بار نمیرفت و میگفت فعلا برنامه‌ای واسه ازدواج نداره. رضا پسر خوش‌تیپی بود، اخلاقش هم خوب بود و برعکس علی که خیلی سنگین رنگین بود، شوخ طبع و شیطون بود. سر به سر همه میذاشت و با همه شوخی میکرد. وقتی من عروس این خانواده شدم به خاطر محبت‌هایی که رضا به من داشت خیلی جذبش شدم و به دلیل اینکه برادری ندارم مثل برادرم دوستش داشتم و بهش محبت میکردم. اونم خیلی هوامو داشت. اگه کسی بهم میگفت بالای چشمت ابروست حسابی براش قاطی میکرد و جلوش در میومد. منم اکثر اوقات که یه غذای خوشمزه درست میکردم و میدونستم اون دوست داره دعوتش میکردم بیاد بالا و با ما غذا بخوره. ما 1 سال خونه مادر شوهرم نشستیم. کار علی شیفتی بود، یه هفته صبح یه هفته شب. به همین خاطرم من اکثرا پایین بودم و تو کارا به مادر شوهرم کمک میکردم. حتی شبایی هم که تنها بودم یا مادر شوهرم میومد پیش من میخوابید یا من تو اتاق اون میخوابیدم. بعد یه مدت علی وام گرفت و منم طلاهامو فروختم و یه خونه کوچیک خریدیم و از اونجا بلند شدیم. اما رابطمون با رضا همچنان ادامه داشت و اون زود به زود میومد و به ما سر میزد. هیچ وقتم دست خالی نمیومد و یه چیز کوچیک واسه من میخرید، مثل اسپری، رژ لب، گاهی هم چیپس و پفک و لواشک. رفتارای رضا هیچ وقت این فکر رو در من ایجاد نکرد که این آدم فکر بدی نسبت به من داشته باشه. علی اونقدر بهش اعتماد داشت که وقتی جلوی خودش بغلم میکرد و لپمو میبوسید چیزی نمیگفت. همیشه بهم میگفت رضا تو رو عین مریم خواهرمون دوست داره. این اعتماد اونقدر زیاد بود که علی حتی از تنها موندن من و داداشش هیچ ترسی نداشت و این شامل من هم میشد. جالب این بود که رضا همیشه برای جلب اعتمادم که شده سعی میکرد که با من توی خونه تنها نباشه. همیشه برنامه‌هاشو طوری تنظیم میکرد که وقتی علی خونه است بیاد پیشمون، همین باعث میشد من خیلی بیشتر بهش اعتماد کنم. چند روزی بود که رضا واسه کاری رفته بود شهرستان. یه شب به خونه زنگ زد و به علی گفت که داره از شهرستان برمیگرده و خیلی خسته است. در واقع داشت غیر مستقیم میگفت که میخواد بیاد خونه ما. آخه مادر شوهرم هم رفته بود جمکران. علی هم که متوجه منظور رضا شد بهش تعارف کرد که حتما بیاد خونه و ما منتظرشیم. اون شب من و علی کلی منتظر رضا موندیم اما اون نیومد. من نگران شده بودم و چند بار بهش زنگ زدم اما گوشیشم خاموش بود. علی گفت نگران نباش، حتما جاده شلوغه، من مطمئنم اون حالش خوبه، بیا بریم بگیریم بخوابیم. من صبح زود باید برم سر کار، میترسم خواب بمونم. باشه تو برو بخواب، منم یکم دیگه بیدار میمونم، شاید بیاد. علی رفت خوابید، منم گیج خواب بودم. 20 دقیقه نشستم اما دیگه طاقت نیاوردم و رفتم خوابیدم.
ساعت حدودای 6 صبح بود که رضا رسید خونه ما. من خواب بودم اما علی بیدار بود و میخواست بره دوش بگیره و آماده شه بره سر کار. اون منو بیدار کرد و گفت که پاشم لباسمو عوض کنم. آخه فقط یه لباس خواب نازک تنم بود. من که عادت نداشتم صبح زود از خواب بیدار شم، با کلی قرقر بیدار شدم و گفتم آخه من که توی این اتاقم، اون که اینجا نمیاد. اما به هر حال لباسمو عوض کردم و دوباره گرفتم خوابیدم. به علی هم گفتم به داداشش بگه که من کلا بیدار نشدم. اصلا حوصله سلام و احوال پرسی اونم اول صبح نداشتم. من خواب بودم و نفهمیدم علی کی از خونه رفت بیرون. البته من خیلی خوابم سنگین نبود و با یه صدای کوچیک بیدار می شدم. ولی چون شب قبل دیر خوابیده بودم هنوز کسل بودم و از خواب سیر نشده بودم. به همین خاطر لحافو کشیده بودم رو سرم و خوابیدم. یهو حس کردم یکی داره با در اتاق خواب ور میره. دلم هوری ریخت. اولش حس کردم که دارم خواب میبینم. به زور چشممو باز کردم. دیدم دستگیره در داره تکون میخوره و خوب که دقت کردم متوجه شدم رضا سعی داره خیلی آروم در رو باز کنه. یه لحظه یخ کردم. اولش با خودم گفتم شاید رخت خواب کم داره و میخواد بالشتی چیزی برداره. خودمو زدم به خواب و لحافو کشیدم رو سرم. یان حس کردم که یکی داره میاد رو تخت. دیگه نفسم بالا نمی اومد. حس میکردم الانه که قلبم از دهنم بزنه بیرون. رضا اومد روی تخت. هیچ جور مخم جواب نمیداد تا اینکه کارش رو توجیه کنم. همش به خودم میگفتم نکنه میخواد رو تخت بخوابه. باز به خودم میگفتم نه بابا چه ربطی داره. یعنی یه لحظه هم فکر نمیکردم که اون میخواد منو دستمالی کنه. تا اینکه حس کردم داره به آرومی لحافو از رو سرم میکشه کنار. ضربان قلبم روی 1000 بود و اگه رضا دقت میکرد میتونست ببینه که بولیزی که پوشیدم داره با ضربان قلبم بالا و پایین میشه. رضا لحاف رو کشید کنار و دستم رو که روی سرم بود و به آرومی برداشت و گذاشت کنار بدنم. بعدش شروع کرد به ناز کردن موهام و صورتم. خیلی هم آروم و با احتیاط این کار رو انجام میداد که مثلا من از خواب نپرم. خیلی حس بدی داشتم. یه حسی مثل نفرت، اما مخم یاری نمی‌کرد و کاملا هنگ کرده بودم. نمیتونستم توی خودم حل کنم که چه اتفاقی داره میفته. یکم که گذشت لحاف رو آروم از روی سینم کشید پایین‌تر و این سری رفت سراغ سینه هم. دیگه داشتم دیوونه میشدم. دلم میخواست پاشم بزنم توی دهنش اما نمیتونستم. با وجود اینکه توی موقعیتی بودم که مغزم قفل کرده بود، اما یه لحظه این به فکرم رسید که اگر بفهمه بیدارم امکان داره توی عمل انجام شده قرارم بده و مجبور به رابطه‌ام کنه. تصمیم گرفتم همش توی خواب تکون بخورم و این ور اون ور کنم خودمو تا حس کنه که من خوابم سبک و بی خیال بشه. اما فایده‌ای نداشت که نداشت. همش تکون میخوردم و دستم رو جا به جا میکردم و از این کارا. اما همش به اندازه 1 دقیقه صبر میکرد و دوباره سعی میکرد که دکمه‌های بولیزم رو باز کنه. دیگه کلافه شدم و پشتم رو کردم بهش. دیدم دست بردار نیست. دیگه داشتم دیوونه میشدم. میخواستم پاشم بگم گم شو از اتاق من بیرون آشغال. تمام این فریادا رو توی دلم میکشیدم و یهویی آلارم گوشیم شروع به زنگ خوردن کرد. هیچ موقع به اون اندازه از صدای آلارم گوشیم خوشحال نشده بودم. میخواستم نشون بدم که کم کم دارم بیدار میشم. از طرفی هم میخواستم این فرصت رو بهش بدم که از اتاق بره بیرون و روش تورون باز نشه. با سرعت جت رفت بیرون و در رو هم چفت نکرد، اما بست. چشمام رو که کامل باز کردم این روانی ها شده بودم. نمیدونستم چجوری آماده شدم و با سرعت جت آماده میشدم و فقط میخواستم از خونه بزنم بیرون. حس این که یه قاتل توی خونه باشه رو داشتم. یادمه که زمستون بود و ساعت 6 هوا تاریک بود. همیشه تا صبحونه بخورم آرایش کنم و آسته آسته آماده بشم 1 ساعتی طول میکشید. اما اون روز 5 دقیقه هم طول نکشید و آماده شدم. از طرفی هم میترسیدم برم بیرون، از طرفی هم توی بیرون بودن و امن‌تر از خونه میدونستم. از اتاق که اومدم بیرون، رضا نشسته بود روی مبل و داشت با گوشیش ور میرفت. سلام کردم و گفتم هنوز نخوابیدین؟ خسته نباشید. رضا گفت مرسی. کجا داری میری؟ دارم میرم باشگاه. این موقع صبح زود نیست؟ میخوام پیاده برم چون قدم زنون میرم طول میکشه. همین رو که گفتم گیر داد که باید بیایی تا برسونمت.
هر چقدر بهش گفتم نمیخوام حالیش نبود و بدون اینکه به حرفای من گوش کنه سویشرتشو تنش کرد و رفت کفشاشو پوشید. آخه چی بهش میگفتم؟ توی راپلا گفتم مگه نمیخوای بخوابی؟ گفت که نمیخوام برم سر کار. اونقدر ازش بدم میومد که حتی نمیتونستم لبخند بزنم باهاش حرف بزنم. بدترش این بود که از وقتی که نشستیم توی ماشین دست چپشو گذاشته بود روی پای راست من. هر چقدر خودم رو جمع کردم تا بفهمه خوشم نمیاد نمیفهمید و همش چرت و پرت میگفت و میخندید. وقتی دید نمیخندم گفت خوابت میادا؟ که منم گفتم نه حال ندارم. وقتی که از ماشینش پیاده شدم عین این که از زندان فرار کرده باشم دویدم رفتم توی باشگاه و حتی ازش تشکرم نکردم. توی باشگاه عین مرده ها داشتم ورزش میکردم. اصلا تو حال خودم نبودم. مربیمون دید حالم بده ازم خواست که اون روز تمرین نکنم. نشسته بودم یه گوشه و زل زده بودم به بچه‌هایی که داشتن با همدیگه حرکات هماهنگ رقص رو میرفتن. ریتم رقصشون رفته بود روی اعصابم و همش داشتم گذشته رو مرور میکردم و کارای رضا رو. حس میکردم که تا حالا وقتی بغلم میکرد و بوسم میکرد بهم محبت میکرد همش از روی منظور بود و این عذابم میداد. چشمام پر از اشک شده بود اما نمیتونستم گریه کنم. حتی اصلا نمیخواستم که گریه کنم. زودتر از باشگاه اومدم بیرون و پیاده برگشتم خونه. تا رسیدم خونه لباسام رو با عجله و حرص درآوردم و خودم رو انداختم روی تخت. تا اونجایی که میتونستم گریه کردم و گریه کردم و گریه کردم. حالم به حدی بد بود که متوجه نشده بودم که 2 ساعت مداوم دارم گریه میکنم. تا به اون موقع اینجوری با احساسات و اعتماد من بازی نشده بود. برام دقیقاً مثل این بود که داداشم بخواد بهم تجاوز کنه. تا شب که علی بیاد داشتم با خودم کلنجار میرفتم بهش بگم یا نه. بعد از کلی فکر کردن تصمیم گرفتم این جریانو مثل یه راز توی سینم نگه دارم و به کسی نگم. راستش ترسیدم یه شری به پا بشه و همه بیفتن به جون هم. بدتر از این که ترسیدم این وسط آبروی خودم بره. گفتم تنها کاری که میکنم اینه که دیگه بهش رو نمیدم که دور و برم آفتابی نشه. خر که نیست ببینه بهش بی‌محلی میکنم میفهمه شناختم چه آدم عوضی و بیشوریه. مدتی از اون قضیه گذشت. مادر شوهرم نظر سمنو داشت و هر سال شبی که میخواست سمنو درست کنه همه جمع میشدن و اون توی حیاط دیگه سمنو رو بار میذاشت تا صبح که سمنو آماده میشد و حسابی جا میافتاد بعدم ظرفای یه بار مصرف رو پر میکردن و بین همسایه‌ها پخش میکردن. این دومین سالی بود که من سمنو پزون مادر شوهرم حضور داشتم. یادم سال قبل رضا نبود و با دوستش رفته بود شمال. خدا میکردم امسالم نباشه. اصلا دلم نمیخواست دیگه ریختشو ببینم. اما دعام برعکس شد و اون شب علی بود که شبکار بود و نمیتونست بیاد سر سمنو. من به علی گفتم حالا که تو نیستی منم نمیرم. اما اون گفت اگه نری مامانم ناراحت میشه. بعدن قرش رو سر من میزنه. بعدم انقدر ازم خواهش کرد که لطف کنم و برم که دلم نیومد روش رو زمین بندازم. علی منو رسوند خونه مادرش. خودش رفت سر کار و وقتی وارد خونه شدم دیدم رضا وایستاده سر دیگ و داره سمنو رو هم میزنه. سری نگاهمو ازش دزدیدم و رفتم پیش بقیه و شروع کردم به سلام علیک کردن. رضا با وقاحت تمام جوری که انگار نه انگار اتفاقی افتاده گفت به به نیروی تازه نفسم رسید. بیا شیما نوبت توه. بیا هم بزن که هم حاجت روا بشی هم سمنو ته نگیره. من توجهی نکردم و نشستم پیش خواهر شوهرم و گفتم قضیه حاجت روایی چیه؟ گفت مگه نشنیدی تا حالا؟ نه والا. میگن هر کی حاجت داره اگه سمنو رو هم بزنه حاجتش رو از خدا بخواد خدا دعاش رو مستجاب میکنه. منظور رضا اینه. تو هم اگه دوست داری برو ملاقه رو از رضا بگیر و هم بزن. با وجود اینکه اصلا دلم نمیخواست با رضا چشم تو چشم بشم اما به ناچار رفتم و ملاقه رو گرفتم. شروع کردم به هم زدن و ملاقه خیلی بزرگ و سنگین بود. چند لحظه هم که هم زدم خسته شدم و گفتم فکر نمی کردم اینقدر سخت بشه. دستم درد گرفت. تا این حرفو زدم رضا دستی ملاقه رو گرفت و تو هم زدن کمکم کرد. دلم میخواست همون لحظه دستم رو ول کنم و برم. اما یهو خواهر شوهرم پا شد گفت آفرین بچه‌ها هم بزنید یه وقت خدایی نکرده سمنو ته نگیره. من میرم تو کمک مامان غذا رو حاضر کنم. بچه‌ها گشنشونه.
تا خواهر شوهرم رفت بدون اینکه به رضا نگاه کنم گفتم تو برو، من خودم هم میزنم. گفت آخه تو دستت درد میگیره. باشه پس من میرم، خودت هم بزن. میشه بگی چی شده؟ چرا با من اینجوری حرف میزنی؟ اولش خواستم یه جوری بهش بفهمونم که اون روز بیدار بودم و متوجه شده بودم که اومده بود سراغم و غلط زیادی کرده بود. اما باز پشیمون شدم و گفتم ولش کن، بذار همه حرفام تو دلم بمونه. واسه همینم بدون اینکه چیزی بگم دستم و ول کردم و رفتم تو خونه. اون شب همه تا صبح بیدار بودیم. همه میگفتن و میخندیدن جز من. مریم خواهر شوهرم یهو وسط بگو بخنده همه گفت وایسید ببینم شما دوتا با هم قهرید؟ شیما چیزی شده؟ با رضا حرفت شده؟ رضا سری پرید تو حرفش و گفت چی میگی آبجی؟ چرا جو و متشنج میکنی؟ چه حرفی؟ چه کشکی؟ نه خیر، یه چیزی شده. والا شما دوتا هیچ وقت انقدر با هم سرسنگین نبودید. پاشید ببینم، ما تو خانواده قهر نداریم. پاشید با هم دست بدید و آشتی کنید. رضا گفت من که قهر نیستم، واسه اینکه بهتون ثابت کنم خودم پیش قدم میشم. رضا اومد جلوی من وایستاد و دستش رو آورد طرف من. منم گفتم نه مریم جون، من با کسی قهر نیستم. خب چه بهتر، ولی حالا دیگه دست داداشم رو رد نکن. نمیدونستم چی کار کنم. بدم میومد دستش بهم بخوره، اما چاره ای نداشتم. با اکراه دستم و بردم جلو و باهاش دست دادم. بعدم گفتم اهو رفتم تو خونه. رضا این چرا اینجوری کرد؟ چه میدونم، لابد شوهرش نیست ناراحته، من چی کار کنم؟ اون شب به من 100 شب گذشت. بالاخره صبح شد و سمنو آماده شد. همه کمک کردیم و سمنوها رو توی ظرف کشیدیم و پخش کردیم. تازه کارامون تموم شده بود و داشتیم دیگه میشستیم که علی از راه رسید. انگار دنیا رو به هم داده بودن. علی خیلی خسته بود و حسابی خوابش می اومد. به خاطر همین هرچی مامانش اصرار کرد برای نهار بمونید قبول نکرد. منم از خدا خواسته بلند شدم و سری حاضر شدم و رفتیم خونه. بعدن علی به هم گفت مادرش کلی پیشش ازم گله کرده و گفته اون شب زنت عین یه برج زهرمار بود و نمیشد با 7 من اصلم خوردش. مگه ما چیکارش کرده بودیم؟ منم به علی گفتم خب تو که نبودی مثلا باید چیکار میکردم؟ میرقصیدم براشون؟ والا یه حرفایی میزنه مامانت بعضی وقتها. علی هم که مثل همیشه صریقانه شد و گفت بی خیال این حرف عشقم، من قبولت دارم، هر کاری که صلاح میدونی انجام بده. حدودا این 3 یا 4 ماهی بود که از اون قضیه میگذشت تا اینکه قرار شد ما با خانواده شوهرم همگی با هم بریم شمال. راستش من زیاد از مسافرت‌های دست جمعی خوشم نمیاد، چون هر کسی ساز خودش رو میزنه. اما وقتی علی دیدم خیلی مشتاق و همش میگه همه هستن و اگه ما نریم حیف میشه، قبول کردم که بریم. البته این رو هم میدونستم که به رضا مرخصی ندادن و نمیاد. برای همین بود که دیگه مخالفت نکردم. قرار بود همه جمع شیم و دم در خونه خواهر شوهرم مریم. از اونجا حرکت کنیم و کلا 6 نفر بودیم. مریم و پسر و دخترش، من و علی و مادر شوهرم. همگی دم در منتظر بودیم تا خواهر شوهرم و بچه هاش همه آماده شن. همه آماده شدن و اومدن پایین. توی همین حین یهو رضا با ماشینش از راه رسید و بعدم شیشه ماشین رو داد پایین و با نیش باز گفت از دیشب مونده توی شرکت و کارش رو کرده که صبح با ما بیاد شمال. از این بابتم کلی خوشحال بود. داشتم دیوونه می شدم. دلم میخواست به سمتش هجوم بیارم و خفش کنم. عقلم رفته بود توی هم. آخه این داشت کجا می اومد؟ این که قرار بود نیاد که. ولی نمیتونستم یهویی بگم ما نمیاییم که. توی عمل انجام شده قرار گرفته بودیم و مجبور بودیم که بریم. طبق دستور مادر شوهرم که کسی جرئت نداشت روی حرفش حرف بزنه، قرار شد عمل کنیم. رضا ماشینش رو بذاره توی پارکینگ خونه مریم و تو ماشین ما بشینه. پسر خواهر شوهرم هم گفت من با دایی علی اینا میام. بقیه هم نشستن تو ماشین مریم. رضا به علی گیر داد که بذاره اون رانندگی کنه. علی هم که حوصله رانندگی تو جاده رو نداشت قبول کرد. علی و رضا نشستن جلو، من و پسر خواهر شوهرم نشستیم عقب. اصلا احساس خوبی نداشتم. رضا یه آهنگ شاد گذاشته بود و خودش هم باهاش میخوند. هر از گاهی هم از توی آینه یه نگاه به من میکرد و لبخند میزد.
اما من یک بار هم به نگاه و لبخندش پاسخ ندادم. حالم داشت از فضای ماشین به هم میخورد. در آخر شالمو کشیدم رو صورتم تا باهاش چشم رو چشم نشم. عین جغد بیدار بودم. با اینکه گیج خواب بودم اما استرس نمیذاشت که بخوابم. همش پیش خودم فکر میکردم که قراره چی بشه، اگر یه اتفاقی بیفته چی. توی دلم از خدا میخواستم که رضا هیچ حرکت اضافه ای از خودش نشون نده. بالاخره رسیدیم. همه خسته و کوفته بودند و هر کسی به یه گوشه‌ای برای خودش افتاده بود. قرار بر این شد که همگی 2 ساعتی بخوابیم و بعدش بیدار بشیم و بریم گشت و گذار. رفتم خوابیدم. حس کردم یکی داره نوازشم میکنه. آروم چشمامو باز کردم و دیدم که علی بالا سرمه. هیچ کسی توی ویلا نبود و همه رفته بودن بیرون. من مونده بودم و علی. اون داشت آروم آروم منو بیدار میکرد که با هم بریم بیرون. منم حاضر شدم و رفتیم. بقیه رو پیدا کردیم و یکم قدم زدیم و در آخرم رفتیم رستوران برای خوردن شام. بعد شام همه با هم برگشتیم ویلا. باز هم چون خستگی راه کاملا از تن همه در نرفته بود همه خوابیدن. روز بعدی دوباره از صبح تا شب همه با هم بودیم. شب که همه خوابیدن ما 3 نفر بیدار بودیم. من و همسرم تصمیم گرفتیم که 2 تایی با هم بریم بیرون و قدم بزنیم. رضا اولش میخواست بچسبه بهمون و بیاد، ولی وقتی دید نه من نه همسرم بهش تعارفی نکردیم نیومد و موند توی ویلا. بعد از حدود 1 ساعت من و علی برگشتیم ویلا. خیلی هم آروم حرکت میکردیم که کسی رو بیدار نکنیم، اما رضا بیدار شد. یعنی بیدار بود، چون در حالت عادی وقتی خوابه بوق تریلی هم بیدارش نمیکنه. تا رسیدیم گفت عکسم گرفتید؟ علی گفت آره. اونم اصرار کرد که بیایید با هم عکس‌ها رو ببینیم. رضا رو تخت دراز کشید و من و علی هم نشستیم لبه تخت. گوشی دست من بود. رضا هم طوری خودش رو تنظیم کرد که با همون حالت خوابیده بتونه عکس‌ها رو ببینه. دست علی رو شونه من بود و 2 برادر داشتن به عکس‌ها نظر میدادن. بعد چند دقیقه که علی گفت میخواد بره دستشویی و رفت. رضا سریع از این فرصت استفاده کرد و از حالت دراز کشیده در اومد و 4 زانو نشست روی تخت. دستش رو انداخت دور گردنم و صورتم و برد به سمت خودش. انگاری که بخواد از لبام ببوسه. صورتم رو کشیدم کنار. دقیقاً از کنار لبهام صورتم رو بوسید. یه لحظه شوکه شدم. با تعجب داشتم نگاش میکردم. همینجور که دستش دور گردنم بود دستش رو آورد به سمت سینم و محکم فشار داد. اصلاً انتظار چنین حرکتی رو ازش نداشتم. اون هم توی این فرصت کوتاه. سری خودم رو کشیدم کنار. با عجله از رو تخت بلند شدم و از اتاق رفتم بیرون. علی از دستشویی اومد بیرون. من سری به سمت اتاقی که بقیه توش خوابیده بودن رفتم. همسرم وقتی دید من دارم توی اون اتاق میرم با تعجب پرسید کجا داری میری؟ بدون اینکه برگردم گفتم خوابم میاد، شب بخیر. رفتم تو اتاق و یه بالش گذاشتم زیر سرم و دراز کشیدم. اما گریه عمونم و بریده بود و اشکام بند نمی اومد. با خودم میگفتم آخه این آدم پیش خودش در مورد من چه فکری کرده که این اجازه رو به خودش میده که اینجوری منو آزار بده؟ یعنی هنوز نفهمیده که من اهلش نیستم؟ نکنه فکر میکنه دارم ناز میکنم و اگه بیشتر بهم گیر بده بالاخره راضی میشم و بهش پا میدم. با همین فکرها بالاخره خوابم برد. فردا صبح رضا دیگه از ویلا بیرون نیومد. سعی میکرد با هم حرف بزنه اما کلا به سمتش نمیرفتم تا نتونه نه حرکتی انجام بده یا نه حرفی بزنه. اخمام خیلی تو هم بود. بیچاره مادر شوهرم همش میگفت هر چقدر فکر میکنم میبینم کاری نکردم که ناراحتت کرده باشم. چیزی شده؟ به همه میگفتم حالت تهوع دارم. دختر خواهر شوهرم گیر داده بود که زنده‌ای تو دلش نینی داره، زنده‌ای تو دلش نینی داره. غافل از این که زنده‌ای تو دلش چقدر غم ریخته. دیگه نمیتونستم قضیه رو از علی پنهان کنم. حس میکردم اگه بهش نگم بهش خیانت کردم. کشیدمش کنار و فقط گفتم که رضا دیشب یه حرکت خیلی بدی انجام داد. ازم پرسید که چی کار کرده، ولی من چیزی نگفتم و ازش خواستم بذاره واسه بعد.
علی هم که اصلا فکرش رو نمی‌کرد رضا چنین حرکتی رو انجام داده باشه، چیزی نگفت و قبول کرد که بعداً قضیه رو بهش بگم. شبش من و همسرم دوباره با هم رفتیم قدم بزنیم. من میخواستم قضیه رو کامل براش توضیح بدم که مامانش زنگ زد و گیر داد که شماها چرا همش تنها میرید بیرون. حالا خواب بوده ها. از خواب بیدار شد بره دستشویی، دیده من و پسرش نیستیم. گیر داده بود که چرا منو با خودتون نمیبرید. علی هم گیر داد که بریم مامانمو بیاریم. من گفتم مامانت هم کمرش هم زانوهاش درد میکنه، نمیتونه راه بره که، فقط میخواد ما رو زابه راه کنه. سر همین مسئله بحثمون شد. قضیه رضا از یه ور، این بحث الکی هم از یه ور. باعث شد که وسط دعوا از دهنم بپره که بهش گفتم این از مامانت، این از تو، اونم از داداشت که تا فرصت گیرش میاد بهم تجاوز میکنه. علی یهو سر جاش میخکوب شد و در حالی که چشماشو تنگ کرده بود گفت چی؟ تجاوز؟ یهو منم عصبانی تر از قبل گفتم نه خیر، هیچی تموم نشده. اون داداش بیشرفت صورتمو دو دستی نگه میداره و سعی میکنه لبمو ببوسه، سینم رو میگیره فشار میده، اونم وقتی که بیدارم، نه تو خواب. اسم این رو چی میذاری؟ ابراز علاقه یا رابطه خواهر و برادری؟ علی داشت دیوونه میشد. ازم خواست دوباره تکرار کنم که چه اتفاقی افتاده. منم آرومتر از قبل دوباره تکرار کردم و این سری اشکم بند نمی اومد و زدم زیر گریه. نمیدونست باید چی کار کنه. اومد جلو و بغلم کرد. هی تلاش میکرد که آرومم کنه. اما من فقط گریه میکردم و آروم نمیشدم. علی گفت گریه نکن عشقم، به خدا میکشمش، تو فقط آروم باش. تا این حرفو زد یهو دلم ریخت. نه علی، تو رو خدا نه، یه وقت بلایی سرش نیاری یا. من فقط بهت گفتم که بدونی اون داداش مزخرفتو بشناسی. تو رو خدا بیا همین الان برگردیم، بعدم دیگه هیچ وقت منو با اون تنها نذار، باشه؟ علی خیلی عصبانی بود. کارت بهش میزدی خونش در نمی اومد. اما وقتی دید من دارم از دلهره و نگرانی پس میافتم گفت باشه، تو خودتو ناراحت نکن، من خودم میدونم چی کار کنم. فردا صبح سر صبحونه همه بودن جز رضا که هنوز خواب بود و علی یهو گفت رضا کدوم بوریه؟ زهرم ترکید و گفتم حتما میخواد قضیه رو به همه بگه. دستام داشت میلرزید. مریم گفت خوابه؟ چطور مگه؟ اصلا این چه طرز حرف زدنه؟ همین دیگه، از بس که لوسش کردید، از بس که لیلی بلالاش گذاشتید، بی‌مسئولیت بار اومده، وگرنه الان باید هم زن داشته باشه هم بچه که دیگه. یا امام زمان، نگه یه وقت با این اخلاق مادر شوهر من اگه علی چیزی بگه همه یه کاسه کوزه سر من میشکنه. اون 100 سال پسرشو به من نمیفروشه و میگه حتما کرم از زن خودت بوده، وگرنه رضا اعوذ بالله پسر پیغمبره. دیگه تا لنگ ظهر نخوابه و منتظر باشه بقیه همه چی رو واسش آماده کنن. مادر شوهرم گفت والا مادر، من از خدا که اون ازدواج کنه و سر و سامون بگیره، ولی هرچی بهش میگم زیر بار نمیره. این به تو زنت میرسه با زبون خوش راضیش کنین، شماها که این خیالتون نیست. همون موقع رضا در حالی که چشماشو میمالید اومد و گفت چیه بابا سر صبحی منو سوژه کردید، زن میکنید، تازه اونایی هم که گرفتن پشیمونن، مگه نه داداش؟ علی داشت منفجر میشد. یه نگاه به من کرد و با میمیک صورتم ازش خواهش کردم که حرفی نزنه. اونم به علامت تایید سرشو تکون داد و از سر سفره بلند شد. تمام مدتی که اونجا بودیم من دیگه خنده علی رو ندیدم. بالاخره روز آخر رسید و صبح زود بلند شدیم صبحونه رو بخوریم و تا هوا گرم نشده بار و بندیلمون رو ببندیم و برگردیم خونه. علی زود صبحونه‌ش رو خورد و از سر سفره پا شد و گفت سری وسایل رو جمع کنید تا بذاریم تو ماشین. بعدم با یه خشمگینی خاصی گفت رضا تا من آب و روغن ماشین رو چک میکنم تو هم خرت و پرتاتو بردار بیار. ما همه چی رو جمع کردیم و چیدیم جلوی در. رضا که تون می اومد و وسایل رو میبرد سری آخر به ما گفت که زودتر بریم سوار ماشین شیم. اما وقتی ما رفتیم بیرون علی و رضا نبودن. مادر شوهرم با عصبانیت گفت پس این دوتا کجا رفتن؟ خواهر شوهرم گفت میان مامان، حتما کاری پیش اومده. ما رفتیم تو ماشین نشستیم و نیم ساعتی گذشت. یهو پسر خواهر شوهرم داد زد اومدن. من سرم تو گوشی بود. یهو مادر شوهرم گفت خاک بر سرم رضا، مامان لباست چرا خونیه؟
دماغت هم که خونیه، چی شده؟ علی گفت چیزی نیست مامان، خورده زمین، مگه نه داداش؟ رضا یه نگاه غضبناک به علی کرد و با دستمال خون دماغش رو پاک کرد. من سری قضیه رو گرفتم، فهمیدم که علی رضا رو برده و حسابی از خجالتش در اومده. دلم خیلی خنک شد. یه نگاه به علی کردم و یه بوس ریز واسش فرستادم. اونم یه چشمک بهم زد و گفت خب دیگه وقت رفتنه. توی راه همش به اتفاقایی که توی این مدت افتاده بود فکر میکردم. امیدوار بودم که دیگه هیچ وقت تکرار نشه. همینطورم شد. راستش من هنوز نمیدونم علی اون روز چی به رضا گفته بود که اون دیگه حتی به من نگاه هم نمیکرد. گذشت تا زد و مادر شوهرم که سن و سالی ازش گذشته بود توی یه روز برفی توی حیاط خونش سر خورد و افتاد زمین و لگنش شکست. روزای خیلی بدی بود و بیچاره مادر شوهرم. زن به اون زبر و زرنگی که از جوونیش بعد از فوت شوهرش تک و تنها زندگی خودش و بچه ها رو اداره کرده بود، حالا افتاده بود تو جا و زمین گیر شده بود و کارش بود گریه و زاری. هر کی می اومد دیدنش شروع می کرد به گریه کردن و طلب مرگ از خدا. خلاصه اوضاع بدی بود و رو حال هممون تأثیر گذاشته بود. علی و رضا خیلی دوندگی کردن. اونا پیش بهترین دکترها بردن. اما همه به اتفاق میگفتند به خاطر اینکه هم دیابت داره هم پوکی استخوان نمیتونن عملش کنن. خلاصه این اتفاق باعث شد تا یه روز همه ما دور هم جمع بشیم و فکرامونو بذاریم روی هم دیگه. برای انجام کاری تصمیمی بگیریم. آخرش قرار شد که ما نوبت به نوبت پیشش بمونیم و تر و خشکش کنیم. البته مریم و رضا از همون لحظه‌ای که تصمیم نهایی گرفته شده بود به ننه من غریبن کردن افتادن. مریم که میگفت من دیسک کمر دارم و دکترم گفته نباید بی احتیاطی کنم و فشار به خودم بیارم. رضا هم که میگفت من تنهایی از پسش بر نمیام و باید یکی باشه بهم بگه چی کار کنم چی کار نکنم. راستم میگفت. اما به هر حال تصمیم نهایی گرفته شد و هرچند که کاملا معلوم بود اونا از قبل راضی نیستن. یه جورایی میخوان از زیر مسئولیت شونه خالی کنن. اما من و علی خیلی دلمون واسه مامان میسوخت. دوست داشتیم یه جوری بهش خدمت کنیم که آب تو دلش تکون نخوره. روزا پشت سر هم میگذشت و کار ما شده بود همین. بیماری مادر شوهرم تمام زندگی ما رو تحت تاثیر قرار داده بود. تا اینکه یه روز که من تو خونه مشغول انجام کار بودم و علی رفته بود حموم. صدای زنگ تلفن خونه به صدا در اومد. صفحه گوشی رو که نگاه کردم شماره همراه رضا بود. من از وقتی که اون اتفاق بین من و رضا افتاده بود دیگه باهاش هم کلام نشده بودم. واسه همینم توجهی نکردم تا صدای زنگ قطع شد. اما دوباره زنگ زد. برام عجیب بود که چرا به گوشی علی زنگ میزنه. تصمیم گرفتم برم گوشی علی رو بردارم و ببرم تو حمام بهش بدم تا خودش به رضا زنگ بزنه. اما وقتی رفتم سراغ گوشی دیدم خاموشه. تازه فهمیدم که چرا رضا داره به تلفن خونه زنگ میزنه. صدای تلفن که قطع شد رفتم پشت در حموم و علی رو صدا زدم. ماجرا رو بهش گفتم. اون سری کاراشو کرد و اومد بیرون و به رضا زنگ زد. الو سلام رضا، زنگ زده بودی؟ کاری داشتی؟ رضا در حالی که هول شده بود و دست و پاشو گم کرده بود گفت که مادر لرز کرده و همش میگه سردمه. با اینکه کلوفترین پتو رو انداختم روش هنوزم سردش رو داره میلرزه. با شنیدن حرفای رضا ما خیلی سریع خودمون رو رسوندیم اونجا و گذاشتیمش تو ماشین و رسوندیمش بیمارستان. دکتر بعد از اینکه مادر رو معاینه کرد گفت که قلبش خیلی ضعیف کار میکنه و باید CCU بستری شه. اون شب علی شبکار بود و باید میرفت داروخونه. هیچ جوری هم نمیتونست کارش رو تعطیل کنه چون کسی نبود که بخواد به جای خودش بذاره. علی رفت سر کار و قرار شد رضا بره خونه، من به عنوان همراه توی بیمارستان بمونم. بعد از رفتن علی و رضا روی یه صندلی که پشت در اتاق CCU بود نشستم و چند دقیقه بعد در حالی که سرمو تکیه داده بودم به پشتی صندلی چشمام گرم شد و خوابم برد که با یه صدای مردونه از خواب پریدم. چشمامو که باز کردم دیدم رضا رو برون وایساده و چشماش پر از اشکه. یه لحظه با خودم گفتم حتما فیلم جدیدش رو میخواد دوباره سر صحبتو با من باز کنه. سرمو انداختم پایین و بهش محل نذاشتم. یهو رضا گریه‌هاش شدیدتر شد و گفت مادرم مرد. من یهو چشمام گرد شد و گفتم چی داری میگی؟ شوخی میکنی؟ پس چرا من متوجه نشدم؟ رضا گفت چند دقیقه پیش
پرستار به هم زنگ زد. حرف رضا که تموم شد یهو احساس کردم قلبم سنگین شد، جوری که دیگه نتونستم خودم رو کنترل کنم و با صدای بلند زدم زیر گریه. رضا هم که انگار منتظر یه جرقه بود که غرورش رو بشکنه، بغضی که تو گلوش گیر کرده بود و فریاد بزنه، با من همراه شد و شروع کرد بلند بلند گریه کردن. نمیدونم چرا اون شب دلم انقدر برای رضا میسوخت. شاید به خاطر اینکه ما هممون سر خونه زندگیمون بودیم و اینقدر سرگرم روزمرگیامون بودیم که ناخودآگاه راحت‌تر میتونستیم با این قضیه کنار بیاییم. اما برای رضا خیلی سخت بود. اون خیلی به مادرش وابسته بود و من اون شب با خودم تصمیم گرفتم که رضا رو ببخشم و کینه‌ای که ازش داشتم و فراموش کنم. چون احساس میکردم اون دیگه اون رضای سابق نیست. رفتارش خیلی آرومتر و معقولتر شده بود. ما همگی تا 40 خونه مادر شوهرم موندیم. توی این مدت خواهر شوهرم دست به سیاه‌سفید نمیزد و دیسک کمرش رو بهونه کرده بود. یه گوشه وایستاده بود و فقط دستور میداد. بعد از 40 بحث خونه رو میکشید وسط و راجع به فروشش و تقسیم کردن پولش حرف میزد. بالاخره هم که حرفش رو به کرسی نشوند، علی خونه رو گذاشت بنگاه برای فروش. به خاطر موقعیت خوب خونه خیلی زود فروش رفت. رضا با پولی که بهش رسید همون دور و بر یه خونه کوچیک رهن کرد و یه مدت گذشت که من و علی خیلی وقت بود که رضا رو ندیده بودیم. یه شب علی وقتی از سر کار برگشت خیلی تو خودش بود و ناراحت به نظر می رسید. من بعد از شام 2 استکان چای ریختم و رفتم پیشش. ازش پرسیدم چته عزیزم؟ چیزی شده؟ خیلی تو خودتی یا؟ علی یه قند گذاشت تو دهنش و در حالی که استکان چای رو برمی داشت گفت امشب قبل از این که بیام خونه رفتم پیش رضا بهش سر بزنم. اما از وقتی که دیدمش نمیتونم از فکرش در بیام. رضا هم خیلی لاغر شده، هم خیلی داغون و افسرده. نمیدونم، راستش من بهش شک کردم که نکنه معتاد شده باشه. من گفتم نه بابا، رضا هر اخلاقی داشته باشه اهل دود و دم نیست. یادت رفته همیشه میگفت حتی بوی سیگارم حالمو بد میکنه؟ علی سرش رو تکون داد و گفت ولی این رضایی که من دیدم رضای همیشگی نبود. اون شب علی تا صبح خوابش نبرد. صبح روز بعد جمعه بود و علی تعطیل بود. اون بعد از خوردن صبحونه بهم گفت شیما نظرت چیه امروز نهار یه چیزی درست کنیم و ببریم خونه رضا، هم با هم غذا بخوریم هم من باهاش صحبت کنم ببینم دردش چیه. نمیتونم همینجوری ولش کنم به امون خدا. من قبول کردم و سری پا شدم و قرمه سبزی که غذای مورد علاقه رضا بود رو بار گذاشتم. ساعت هنوز 12 نشده بود که غذام حاضر بود. من همه چیزو آماده کردم و علی برد گذاشت تو ماشین و حرکت کردیم سمت خونه رضا. اما وقتی رسیدیم جلوی در خونه رضا دیدیم چند تا جوون جلوی در وایستادن و دارن هر هر کرکر میکنن. رضا هم تو چهارچوب در وایستاده بود و داشت سیگار میکشید. تا از ماشین پیاده شدیم ما رو دید، یه چیزی به رفیقاش گفت و بعدم رفت تو در و بست. رفیقاش هم سری پریدن رو موتور و فلنگو بستن. علی که با دیدن این صحنه حسابی به هم ریخته شده بود شروع کرد به در زدن. خونه رضا یه ویلای نقلی کلنگی بود، اما هر چقدر در زدیم اون در رو باز نکرد. یهو علی پرید روی لوله گاز و رفت بالا، پرید تو حیاط، بعدم در رو باز کرد که من برم داخل. رضا گوشه ی حیاط نشسته بود و با دیدن ما از جاش بلند شد و گفت سلام. علی رفت طرفش رو توی یه قدمیش وایساد. رضا سرش رو انداخت پایین. یه لحظه ترسیدم، گفتم نکنه علی رفتار ناشایسته‌ای از خودش نشون بده یا حرف بدی بهش بزنه. اما در کمال ناباوری دیدم رضا رو بغل کرد و چند ثانیه بعد جفتشون با هم زدن زیر گریه. از دیدن این صحنه منم گریم گرفت. ما اون روز 3 تایی غذا خوردیم و بعدم شروع کردیم به صحبت کردن راجع به اتفاقایی که برای رضا پیش اومد و اونو به این روز انداخته بود. حدس علی درست بود. گویا گرفتار اعتیاد شده بود رضا، اونم اعتیاد به این مواد صنعتی جدید که هم جسم و هم روح و هم روان آدمو نابود میکنه. اون روز من و علی به این نتیجه رسیدیم که ما هم تو این اتفاق بی تأثیر نبودیم. ما رضا رو تنها رها کرده بودیم. همینم باعث شده بود که پای آدمای ناجور تو زندگیش باز بشه و این بلا سرش بیاد. اون روز علی به رضا قول داد که دیگه تنهاش نمیذاره و کمکش میکنه که از این وضعیت نجات پیدا کنه.
فردای اون روز علی رضا رو توی یک کمپ ترک اعتیاد بستری کرد. رضا خیلی زود حالش خوب شد و از کمپ ترخیص شد. علی همه تلاشش رو کرد تا رضایت سابکارش رو به دست بیاره و رضا رو برگردونه سر کار. البته خیلی سخت بود و آقای الیاسی سابکار رضا به سختی راضی شد و بهش فرصت داد تا دوباره برگرده سر کار. ولی 1000 تا شرط گذاشت که رضا حساب کار خودش رو بفهمه و دست از پا خطا نکنه. خدا رو شکر رضا تصمیم گرفته بود و عزمش رو جزم کرده بود که پاک و درست زندگی کنه. الان که دارم این قصه رو می نویسم رضا 2 ساله که ازدواج کرد و 2 ماه دیگه پسرش هم به دنیا میاد. نگار همسر رضا زن خوبیه. اون از اقوام دور من و خیلی بساز و کم توقعه. هرچند که رضا هم خیلی خانواده دوست و حواسش به زنش هست. من یه روز به علی گفتم راسته که میگن مرد هر چی دیرتر زن بگیره بیشتر قدرش رو میدونه. علی هم به شوخی گفت حالا که اینجوریه منم باید یه فکری به حال خودم بکنم چون خیلی زود زن گرفتم. اونجوری که باید قدر زنم رو نمیدونم. مطمئنم حالا اگه ازدواج کنم بیشتر قدرش رو میدونم. الان 3 روزه که علی بابت حرفش داره تاوان پس میده. اونم چه تاوانی؟ 3 روزه که غذاش تخم مرغه، البته به شیوه های مختلف. یه بار نیمرو، یه بار املت، یه بار آبپز. بدتر از همه اینا اینه که 3 شبه که داره تو پذیرایی روی کاناپه میخوابه.